رسول الله در خوابش در آمد گفت فاطمه بچم امشب چی افقات خوردی؟ گفت آتا جان امشب میگی من 3 روز است که افقات شکم سیری نمیاغم بخورم. گفت بچم روزه بگی من امشب افطار تو میام. سحر از خواب که میخیست تست افقات میکرد، خانه ها را میرفت، لباس های حضرت علی را تست تازه میکرد و میشوشت. حضرت علی گفت فاطمه بچه همسرم امروز اینقدر چقان شدی خیریت است؟ گفت امشب پدر من خواب دیدم، تعبیر خوابی من همی است که من از دنیا میگذرم و من تست افقات کردستم که فردا این کودکای یتیمی من کی افقات میکرده باشه، لباسای تو را کی میشوشته باشه و تازه میکرده باشه. علی گفت یاد داری ساعت تو مسجد میرفتی، من خواستم نماز بخوانم، از گرسنگی هوشم رفت، نماز خوانده نتانستم، یک بار شکایت نکردم که من گرسنه هستم. علی یاد داری روز پدرم شب آمد دروازه را تک تک کرد، گفتم آتا جان با کی